یورو 2024 خیلی از رکوردها رو جابجا کرد. مثلا لامین یامال بازیکن تیم ملی اسپانیا و جوون خوش تکنیک بارسایی‌ها با اولین بازی یوروی خودش مقابل کرواسی با 16 سال و 338 روز سن به جوان‌ترین بازیکن تاریخ یورو تبدیل شد که تونست توی اولین بازی خودش پاس گل هم بده. توی بازی آلبانی و ایتالیا هم آلبانی تونست یه گل به ایتالیا بزنه، اونم نه یه گل معمولی. نادین بایرامی بازیکن شماره 10 آلبانی با گل ثانیه 22 خودش به ایتالیا سریع‌ترین گل تاریخ یورو رو به ثمر رسوند. دومینیک سوبوسلای بازیکن محبوب لیورپولیا هم به عنوان کاپیتان تیم ملی مجارستان مقابل سوئیس وارد زمین شد. این در حالیه که اون فقط 23 سال و 7 ماه سن داره و تونست به جوان‌ترین کاپیتان تاریخ یورو تبدیل بشه. با حضور ناگلزمن تحت عنوان مربی برای آلمان‌ها، اینجا هم برای اولین بار در یوروی مربی از یه بازیکن تیمش کوچیک‌تره، اونم 2 سال. اگه فهمیدی کدوم بازیکنو میگم اسمشو کامنت کن.